اگه کبدت به مشکل خورده این ویدیو رو از دست نده. خوردن سیر حاوی آلیسین است که به تحریک آنزیم های کبدی کمک می کند و می تواند سموم را از بدن دفع کند. چغندر حاوی آنتی اکسیدان ها، فیبر و نیتریت ها است که می تواند به سمزدایی کبد کمک کند و عملکرد کبد را بسیار بهبود بخشد. چای سبز حاوی آنتی اکسیدان های قوی هستند که می توانند به بهبود عملکرد کبد و کاهش چربی کبد کمک بسیاری بکنند. گریپفروت حاوی آنتی اکسیدان هایی مانند نارنجنین است که می توانند به کاهش التهاب و محافظت از سلول های کبدی کمک کنند. آووکادو حاوی چربی های سالم، آنتی اکسیدان ها و مواد مغذی است که می توانند به کاهش آسیب های کبدی و بهبود سلامت کلی کبد کمک بسیاری بکنند. افزودن آووکادو به سالاد و ساندویچ می تواند کمک بسیاری به شما بکند. زردچوبه حاوی کرکمین است که خاصیت ضد التهابی و آنتی اکسیدانی دارد و می تواند به کاهش التهاب و سمزدایی کبد کمک کند. و در آخر گردو حاوی اسیدهای چرب امگا 3 و گلوتاتیون است که می توانند به پاکسازی و بهبود عملکرد کبد کمک بسیاری بکنند. مصرف یک مشت گردو به عنوان میان وعده یا افزودن آن به سالاد و غذاهای دیگر بسیار به شما کمک میکنه. لایک و کامنت یادتون نره.